السلام علیکم دوستان. شما زور می نقصید این سحری انرژی دارید، پول انرژی، نه اون انرژیتی که شما روز بعضی ها از مغازه میگیرن، خصوصا مکتب بچه ها. به فکرم یگانه جایی که اگر شما انرژیتی بانکش ببینید پلوس 18 که دیگه، یعنی باید به 18 کس تقسیم کنه خورد ده یک کس می زیان بکنه. چون که اینجا دوستا چای، کافی، تورین، شکر و همگی یک ساعت به تو قرض بده. یعنی شما قرض میگیرید و یک گرانه دادن نکن. یا شما دیدید میگی رونالدو، مسی میانی بازنده بازی اشتی یک انرژیتی خورم دارم میزنم. یه دوستا اساس ریزتونی آبچه اصالچه چای که بود دوت خورماچه اینش همه زور میشه دوستا. سلامتی، موفقیت و بیچ باید بخیر.